خب خدا رو شکر مشکلات مملکت یکی پس از دیگری در حال حل شدنه. بله اخیراً یکی از مشکلات کشورم حل شده که همینجا جا داره از مسئولین نظام مقدس کمال تقدیر و تشکر رو داشته باشیم. کدوم مشکل؟ الان عرض میکنم خدمتون. اون داستان دهقان فداکار که تو کتابای دبستان میخوندیم رو یادتون هست؟ یه مشکل بزرگی که داشت این بود که توی کتاب نقاشی دهقان فداکار لباس تنش نبود. چرا؟ خب چون لباساشو زده بود روی چوب و آتیش زده بود دیگه، یعنی جوری دیگه لباس تنش نبود دیگه. خب ولی خب الان با تدبیر مسئولین نظام مقدس این مشکل حل شده و تو کتاب‌های چاپ جدید نقاشی دهقان فداکار دیگه لخت نیست. یه تیشرت سفید رنگ تنش کردن. آقا واقعا دستون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین. ما همش نگران این بودیم که خدا نکرده این نقاشی دهقان فداکار تاثیر منفی روی بچهای دبستانیمون نذاره. اصلا حتی نگران بودیم که دهقان فداکار یه وقت خدا نکرده تو سرمای نصف شبی مریض نشه، سرما نخوره، آنفولانزا، سینه پهلو. واقعا خیالمون راحت شد. امیدواریم که مسئولین نظام بقیه مشکلات رو هم با همین سرعت و ابتکار حل کنن. مثلا یکی دیگه از مشکلات خیلی مهم مملکت اینه که کبرا واسه خودش تصمیم میگیره. کبرا اون داستان تصمیم کبرا رو که یادتون هست تو دبستان بود. آره خب اونم خودش یکی دیگه از مشکلات مملکته. یعنی چی که کبرا تصمیم بگیره؟ اصلا کی گفته که در سایه‌سار ولایت یه زن یا دختر اجازه داشته باشه که واسه خودش تصمیم بگیره؟ اصلا ما انقلاب نکردیم که کبرا واسه خودش تصمیم بگیره، که تصمیم رو فقط آقایون ترجیحاً حضرت آقا، اصلا خود حضرت آقا تصمیم میگیره. فلذا تقاضا میکنیم از سال تحصیلی آینده تو کتاب‌های دبستانی به جای داستان تصمیم کبرا داستان تصمیم مقام عظما رو بنویسن، بعدم بدن به خورد بچه‌هامون. مشکلات مملکت یکی دوتا نیست که. اون داستان روباه و زاغ رو هم که یادتون هست. روباه میاد پنیر کلاغه رو با حیله و فریب ازش میگیره. اونم خیلی بدآموزی داره. باید مسئولین یه چاره‌ای هم برای اون بیاندیشن. نمیدونم مثلا به جاش بذارن داستان شیخ حسن و مردم ایران. چطوره؟